در پایتخت افغانستان شهر کابل دادگاه اپلیاسیونی حکم اعدام 5 نفر را که با جرم تجاوز دستجمعی به ناموس زنان مجرم دانسته شدند تصدیق کرد. حکم اعدام 2 نفر باقی مانده این گروه تغییر یافت و آنها با مدت 20 سالی از آزادی محروم شدند. گروهی یاد شده با تجاوز به ناموس 4 زنه که در ماه اوگوست از یک عروسی کنار کابل به خانه‌هایشان برمیگشتند مجرم دانسته شده است. امروز روبل روسی با پایین‌ترین قرب در مقابل دلار آمریکا افتید. در صرافخانه‌های روسیه امروز $1 به بیش از 38 روبل برابر شد. کارشناسان میگویند پایین‌شوی نرخ نفت قرار نگهداشت فایز پایین قرض بانکی و تحریم‌های نوی کشورهای غربی که هفته گذشته جاری شدند باعث پایین روی قربی روبل روسی شدند. در دوام سال روان روبل روسی 15% قربش را از دست داده است. امروز دادگاه اپلیاسیونی بیشکک حکمی حبس طولانی یک عده منصبداران کلیدی حکومت پرزیدنت سابق قرقیزستان قوربانبک باقیف را تصدیق کرد. خود باقیف در غیابش محاکمه شده به حبس ابدی محکوم گردیده است. منصبداران سابق اساساً به خاطر کشتار تخمیناً 100 اعتراضگر در جریان آشوب بر ضد حکومت باقیف از آزادی محروم شدند. در اسلام آباد پاکستان اعتراضگران روی پلهای کاغذی نواز برو نوشته معرکه مقاومت با سروزیر این کشور نواز شریف را ادامه می‌دهند. مخالفین سروزیر پاکستان از میانهای ماه اوگوست مرکز اسلام آباد را اشغال نموده حیات در پایتخت پاکستان را به قدر کافی دشوار کردند. وزارت مالیه پاکستان میگوید پلها با شعار سیاسی در رویشان قابل قبول نخواهند بود. در الماتای قزاقستان بازار نیکولسکی واقع در مرکز تاریخی این شهر به کام آتش رفت. بر اثر سوختار کسی تلف نیافته است ولی چند فروشگاه و طرفخانه زیان دیدند. سبب سوختار آشکار نشده است.